سلام. اومدم یه دونه از دو به دوام و کلیپشون رو نشون بدم که خیلی باحال بود به نظرم. همین آخری هم بود. الان شما هم ببینید، شاید خوشتون اومد. تخریب بدی بود برای بچه. اینجا نیرو فرستاد فکر کرد خیلی بدنه، ولی چیز آب قطعه برای بچه. بخشید این بازی صدا نداره چون خودم دارم توضیح میدم. زدیم گاییدیمش. ببینید فقط اون سمت چپ چیز من رو نگاه کنید، اسکوادش گایید. اینجا کلا از خجالتش در اومدیم. حالا شما نظرتون رو بگید برای بچه. یعنی به نظر شما بازی ما خوب بوده یا مهارت ما خوب بوده یا چی بوده داستانش؟ انقدر راحت زدیم نابودش کردیم. چی بوده داستان؟ بحث مهارت یا بحث تکنیکه یا بحث ببینید اینجا هر کارتی میفرستاد نمیتونست هیچ کاری بکنه. الان با همین سه تا کارت نابود شد. به همین سادگی زیر یه دقیقه و خورده ای نابود شد. تیر کمون رفت سمتش. حالا شما بگید چجوری بوده داستان. همتون گرم.